In the name of God, the compassionate and the merciful. Hello everyone, hope you are doing great. به نام خدا، سلام و عرض احترام خدمت شما دوستان عزیز. درس 2 رو شروع می کنیم. Lesson 2 Grammar Words. دوستان منظورش Grammar Words کلمات از لحاظ گرامری هستش. نقش کلمات از لحاظ گرامری، مثلا آیا اون کلمه فعل، اسم، صفته و یا غیره. Read these short texts. بخوانید این متن کوتاه رو. An old woman walked slowly up the hill. میگه یک پیرزن به طور آرام پیاده رفت به بالای تپه. دوستان اینجا 2 نکته خواستم اشاره بکنم. اولیش تلفظ woman. لطفا دقت کنید، لهجه امریکن. woman شوا داره دوستان، ببینید woman اوکی. اما جمع یا پلورالش به این صورته women اوکی. اینو خواستم اشاره کنم، نکته مهمیه. بعد walked من گفتم تی به صورت تی خوندم اوکی. بعد از حرف بی صدای که اگر ایدی بیاد، ایدی به صورت تی خونده میشه walked اوکی. on the way میگه اون پیرزن سر راهش on the way she spoke to a little boy. صحبت کرد با یه پسر کوچیک. اینم وسط کلمه تو لهجه امریکن تی به صورت دی خونده میشه اوکی. a little boy. good morning she said. اون گفت good morning، صبح بخیر. خب there are 8 words in the first sentence. میگه 8 کلمه توی جمله اول وجود داره. walk is a regular verb. The past simple is walked. میگه walk یه فعل با قاعده است، با قانونه و گذشته سادهش میشه walked. خب دوستان، ما در زبان انگلیسی 2 دسته فعل داریم، regular و irregular. من تو ویدیوی اول، درس اول توضیح دادم خدمتتون. آخر کتابتون گفتم اومده فعل هایی که بسیار رایج هستن در زبان انگلیسی، فعل های irregular منظورمه، اونجا اومده. یعنی اونا رو باید حفظ کرد اوکی. مثلا go گذشتهش میشه went، speak میشه spoke به این صورت. اما گذشته walk میشه walked، ایدی میگیره. خب اینا با قاعدن. speak همونطور گفتم irregular و past simpleش میشه spoke و past participleش هم میشه spoken. past participle هم دوستان یعنی گذشته کامل. the past participle used to form the present perfect، برای حال کامل استفاده میشه. مثلا have you spoken to the doctor today؟ میگه آیا امروز صحبت کردی با دکتر؟ ما در جواب مثلا میتونیم بگیم yes I have spoken، یا به صورت فشرده contraction I've spoken. پس این از این قسمت گفته look at the different parts of speech. دوستان part of speech یعنی اون کلمه نقشش چیه، مثلا فعل، اسم، ضمیر. به اینها میگه نگاه بکنین، به این قسمت، به این جمله. an indefinite article حرف تعریف غیر معین هست اوکی. بعد ما در زبان انگلیسی 2 تا حرف a و an حرف indefinite article هستن که مثلا a و an خب هر کدوم مثلا میخوایم بگیم an apple، یک سیب رو میگیم an apple، نمیگیم a apple. چرا؟ چون حرف صدادار a اومده، apple حرف صدادار a شروع شده. ما برای مثلا بگیم یک سیب میخوام، مثلا I want an apple، نمیگیم I want a apple. ولی مثلا برای مثلا یه چیز دیگه مثلا بگم، مثلا bag I want a bag. چرا a اومد؟ چون b جزو حروف صدادار نیست. ما کلا 5 تا حروف صدادار داریم دیگه، درسته؟ قبل اونا ما ان استفاده میکنیم. پس ان و a میشه indefinite article. old میشه adjective، صفت. woman میشه اسم، noun. به این ترتیب walked. slowly میشه adverb. کلماتی که آخرشون ال و y دارن adverb هستن، قید هستن دوستان. up هم که preposition یا حرف اضافه هست. د دوباره definite article. د میشه حرف تعریف معین دوستان. د. هیل هم که اسمه. کلا یک سنتنس هست، a sentence، یه جمله به این میگیم. on the way میشه یه phrase، یه عبارت. she میشه pronoun، ضمیر. good morning دوباره میشه یه phrase. خب دوباره این متن رو یه بار بخونم.
An old woman walked slowly up the hill. On the way, she spoke to a little boy. Good morning, she said. خب دوستان رسیدیم به قسمت تمرینات. Practice 1 circle the correct answer. خب اینجا اولی خودش گفته A and D are adjective or articles. حرف تعریف یا صفته. خب همونطور که مشخصه اینا حرف تعریف هستن، articles هستن. حالا A و An definite هستن یا indefinite دوستان. من اونجا به شما اشاره کردم، اینجا هم گفته An میشه indefinite. اوکی؟ اینجا من میتونم یه خط بکشم برای شما زیر اینا بهتره. خب پس اینا میشن indefinite. اوکی؟ woman is a noun. درسته؟ اسم یا صفت؟ اسم. دوستان قبل اینکه اینو انجام بدیم لطفا خودتون اول حل بکنید، بعد اینجا چک بکنید، یا میتونید برین آخر کتاب صفحه 200 گفتم جواب تمرینات رو میتونید اونجا چک بفرمایید. اول خودتون حل بکنید. up دوستان preposition هست، حرف اضافه، ضمیر نیست. ضمیر میشه I, you, she, he، به اینا میگن ضمیر. have یه فعل regular هست یا irregular. دوستان have گذشتهش میشه had، پس میشه irregular، ایدی نمیگیره. فعلی که ایدی نگیره بهش میگم irregular. بقیه هم خودتون حل کنید دوستان. مثلا اینجا گفته badly and happily are adverbs or adjective. مشخصه، همونطور گفتم ly دارن میشن adverbs. خب حالا بریم تمرین دوم. practice exercise 2. sorry. Find the answers for each sentence. I have an English lesson now. خب گفته verbش چیه؟ verbش have مشخصه. pronounش چیه؟ ضمیرش میشه چی؟ I. درسته؟ an indefinite article یک حرف تعریف. خب این درسته. an. خب یه دونه میگه حرف تعریف غیر معین بیار، خود ان میشه دیگه. درسته؟ a noun یه noun بیار میشه listen میشه noun. بقیه هم به همین صورت دوستان خودتون حل بکنید. مثلا اینجا there is a young man، young میشه adjective. یا مثلا preposition حرف اضافه میشه چی؟ این میشه حرف preposition. یا مثلا آخری I think he's in the wrong class. خب وربش چیه؟ think میشه فکر کردن. دوستان ببخشید اینا اومده این خطا این پایین اومده، حالا بیخیال. تمرین آخر the exercise 3. What are the part of a speech for the other words in the text at the top of the page. خب میگه که part of a speech اینا چیه؟ خب میگه که در متن بالا اومده بوده که top of the page، یعنی اون متنی که بالا بوده. خب مثلا spoke چیه دوستان؟ بله verb میشه. یا مثلا she چی میشه؟ pronoun. خب بقیه رو خودتون انجام بدین، آخر کتاب جوابا هست. خب دوستان تموم شد درس 2 به یاری خدا. امیدوارم لذت برده باشید. لطفاً برام کامنت بذارین و اگه دوست داشتین حمایت و سابسکرایب هم کنید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.